فوایدش خویی است که خویا که گوشتش خوشمزه است. دوم دیگه ای است که گرم است بسیار. بله. پر از بودنه می باشه. اینجا خب 1000 دانه 1500 دانه اینجا میاره. بازو در 2 روز 3 روز کورا ذبح هم میکنیم باز یک چیز نمیمانه. به نام یاد خدا و برز سلام هموطنان عزیز، امیدوار هستم که همه شما خوب، صحتمند، سرحال و دارای عافیت کامل باشید. هموطنان عزیز، باز هم فریدون علمیار هستم با یکی دیگر از گزارش های خود در خدمت شما قرار دارم. دوستان عزیز و بینندگان معظم، امروز آمدیم به یکی از رستوران ها در شهر کابل که کاملا غذاهای متنوع پخته میکنند و ما و شما کباب گوسفند، کباب گو و غذاهای دیگر خوردیم که با نام از او آشنایی داریم. ولی امروز ما به جای آمدیم که علاوه بر گوسفند و گو و مرغ و اینمی چیزا میگن که گوشت کبک و بودنه هم پخته میکنن و ما اولین بار است که آمدیم و پختن کبک و بودنه را میبینم و خواستم که یک برنامه داشته باشیم از اینجا و ببینیم که چطور بودنه و کبک پخته میشه. پس اینجا آمدیم تا بیشتر صحبت بکنیم. امیدوار هستم که تا آخرین لحظات از این گزارش ما را همراه باشین. سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ خیر و خیرات؟ بخیر باشه. نامتان؟ اسمم خالد است. خالد عزیز، چی کار هستی؟ چی کار میکنی خودت اینجا؟ ما مسئولیت منیجر هستم اینجا. منیجر دیگه، تمام مدیریت رستوران به دست خودتان. جان. خوب است. پس اما تا آهسته قصه هم میکنیم و در مورد رستورانتان هم با ما صحبت کنیم. مهربانی. بفرمایید. خوب، اول از این بر ما بگوین که کدام نوع غذاها را شما دارین در رستوران سولا یا سولی رستوران؟ از ما غذاها اینجا مختلف است. دیگه با ذوق مشتری ما اینجا داریم که کسی چی ذوق داره. دیگه ما کرای اینجا گوشت گوسفند هم داریم، گوشت بز هم است، ماهی داریم، 3-4 رقم، بودنه داریم، کاوک داریم. دیگه در این باز بخشش مختلف است. کسی ماهی کباب میخواه برش جور میکنیم در روغن و مساله میشه، یگان نفر در سیخ میخواه، یگان نفر در جالی میخواه. دیگه بخشای ما مختلف است. باز نسبت به مشتری خود که کسی چه رقم ذوق داره اون رقم برش جور میکنه. با انواع مختلف دیگه شما پخته میکنید. جان. خوب است. پس میرم داخل. هموطنان عزیز، شما چند تصویر بیننده باشین، بازم ما را همراه باشین. خب هموطنان عزیز، میرم داخل رستوران و آشپزخانه. فکر کنم اول آشپزخانه باید بریم. جان، آشپزخانه ما دیگه فعلا تصویر شما خواهد گرفتین، نخواهد دیدین ان شاء الله که ما چی داریم داخل. خیلی بریم، مهربانی بکنین. خب آمدیم داخل مدیریت رستوران. این طرف هم آشپزخانه است و آشپزخانه بسیار بزرگ و کلان. بفرمایید. خوب است. این قصابی هست دیگه. این بخش قصابی ما جان. اینجا 2 استاد داریم ان شاء الله. اردیش حدیثی باشه دیگه از ما سابقه کارگرای ماست. تا او که رستوران ما خلاص شده ان شاء الله کل کارگرای ما کل سابقه کتی ما هست. سابقه دار هستین؟ چقدر وقت میشه که در این طرف فعالیت میکنین در این منطقه؟ دیگه 8 سال خود میشه که ما خودم اینجا وظیفه میکنم و حاجی سیوار میبینیم که اینجا کتی ما هست ان شاء الله. جانم. بسیار خوب. این گوشت از چی است؟ گوشت در اینجا گوشت بزغاله داریم او گوشت بره داریم. دیگه ما زوم حالا میاریم اینجا که کودکای بسیار نرم میشه، گوشت نازک میباشه. جانم. خوب است. خوب هموطنان عزیز، شما هم در تصویر میبینین که
قصابی جداگانه داره. یعنی سهراب جان در تصویر بگیرین اینجا هر نوع غذا که پخته میشه از این داخل خود رستوران باید گوشت گرفته شود و هموطنان ما هر نوع غذایی که بخواین دوره آماده میکنند. خب باش که بر ما یک کلاه و ماسک هم آوردن، تشکر میکنیم از پیشان. ایره هم بپوشیم خوبتر میشه. تشکر. خب هموطنان عزیز، این هم یکی از نقطه های خوب و مثبت از این رستوران که وقتی که داخل آشپزخانه میشه باید که ماسک و کلاه مربوط به آشپزی هم داشته باشید. خب بریم به طرف آشپزخانه تان و غذاهایی را که شما میپزین برای ما معرفی بکنین. سهراب جان برو پیش، برو ما را تصویر اگر روبروی بگیری خوبتر میشه، چون تا پشت سر باز فکر کنم بیننده اذیت میشن. بیاین بفرمایید. خب بخشا و شعبه های مختلف داره. در اینجا چی پخته میشه؟ اینجا از ما استادکار ماست که این کاتی ما سابقه دار است. دیگه اینجا سوپ میپزیم، سوپ ترکاری است. او جانا او دوجا فرینی میپزیم که شیر میاره 50 کیلو 60 کیلو میاره. دیگه از صبحکی هست سوپ که به درد می جوش می باشه تا 2 بجه شب بازو را پخته میکنیم. این کیر است، شاید در تصویر شما بگیرید، ما کیر میگیم. تصویر بگیریم در اونجا. این نمیره جانا مهربانی بیاید. از این دیگه فرینی میشه. این فرینی است، ما برش کیر میگیم. دیگه پارسی زبانه ما برش فرینی میگن. دیگه خب پخته هم مرقم فرینی وری میشه. خب باز جداگانه است، با این شیر دهی بسیار ضعیف است. فرقش در چی است؟ در گفتن که متفاوت است. متفاوت داشتن از این در چی است؟ متفاوت داشتن از این دهی است که ما دهی صرف بسیار کم برنج مندازیم. دیگه صرف که زم برنج جوش خورده و کیر جور میشه. آفرینی که میشه دیگه بازو خو کامپلا و چیزا او بسیار زیاد انداخته میشه که بازاری زو قایم میشه. دیگه صرف بازاری برنج و خالص شیر است. جانا. خب از این بر ما بگوین که کارتان از چند شروع میشه و تا چند ادامه پیدا میکنه؟ از ما 8 صبح بخیر کار شروع میشه. اینجا شروعات 8 صبح بخیر میکنیم. دیگه یال خود زمستان است. دیگه زورترین بازارای ما تا 12 11 نیم شب میباشه. باز که بهار بخیر شو باز یک و نیم تا چیز کم 2 بجه ان شاء الله اینجا میباشیم ما دوتا. بسیار خوب است. کرایی ها این بخش کرایی ماست. کاری از اونجا آمده میشه. اینجا باز استادای ما 2 تا استاد است. اینجا که در چوکات ما 2 استاد داریم. کدی شک شاگرد است 3 نفر. دیگه بیا اینجا کار شروع میکنه. اینجا گوشت و بزغالم، گوشت و گوسفندم، بودنم اینجا از اینجا جور شده. باز از اینجا بیرو باز مشتری ما کدام ذوق داشته باشه مختلف بر جور. هموطنان ما بسیار زیاد علاقه به این داشتن که گوشت بودنه و کبک را ببینن یا هم کوک برش میگم نه در زبان عادی. همینجا پخته میشه و کرایی میشه، قورمه میشه، چی جور میشه؟ پیشم برات یک اشاره دارم. از ما اینجا مختلف پخته میشه. یگان نفر در رومی میخواه، یگان نفر در پیاز میخواه، یگان نفر باز در سیخ میکنه. کدام تصویرش تماشا خواه کردن پیش کود از بغالم پخته میشه و در روغن هم خوش کباب میکنیم. دیگه چه رقم مشتری ما ذوق میته مختلف پخته میکنیم سر به ذوق و ذوق. دیگه ما تو خود ما پخته کردگی از او به پیش چیز نداریم که مشتری به نشان بدیم که تو فرمایش میته ما تازه پخته میکنیم. یعنی هر کسی که بیاد دیگه شما گرم و تازه آماده میسازین برای از اونها جان. بسیار خوب. خب هموطنان عزیز، شما چند تصویر از داخل جریان کار آشپزخانه ببینین. برنامه ما ادامه داره، بازم ما را فراموش نکنید. خب هموطنان عزیز، اینجا هم میبینیم که مواد فرینی هست که در اینجا آماده میشه. هموطنان ما
صبح هنگام هم میتونه به خاطر صرف غذای چای اینجا بیاید. اینجا هم بخش کرایی است که آشپز مربوطه اینجا است. چند تک صحبت با اینا می داشته باشیم. سلام. وعلیکم السلام. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ رویتان طرف کامرا دور بتین که هموطنان خودتان را ببینن. خودم معرفی بکنین. من نام شریف است. شاروخ. چی؟ نامتان چی است؟ عارف. عارف عزیز. خودت دیگه آشپزی بخش کرایی را در عهده داری؟ یا بده. چند رقم کرایی پخته میکنی؟ چهار رقم. کرایی کدام؟ سفید، پیاز، رومی، لاللی. خب کرایی سفیدش کدام است؟ از چی گونه گوشت آماده میشه؟ این گوشتی که سفید که هست رومی چی میندازی ادرک او مرچ. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ ایرا 3 سال شد 4 سال. دمی 3 سال و 4 سال یک خاطره جالب است که سر تیر شده باشه دم اینجا؟ نه والله. هیچ خاطره جالب نداره؟ نه ندارم. والله اولین نفر هستم وطنان عزیز که 3-4 سال در یک جای کار میکنه و خاطره جالب نداره. چطور است هموطنان ما که از کرایایی که شما پخته میکنین راضی هستن؟ چرا راضی نیست؟ که راضی نمیشه نمیه. برای جایش چطور وسیع است؟ گهتمانم تو غذاهای لذیذ هم داره. چیز داره بده. تشکر، سلامت باشین. خب پیش میریم اونجا هم بخش چوپان کباب است. جانای بخش چوپان کباب کوری چوپان ماست. چوپان ماهی در اینجا در جالی پخته میشه. ماهی بودنه پخته میشه. کل در چی کباب کدام چیزی ما که میشه کلش فعلا در سر زمین کوره میشه. خوب است. جانا. بنام کباب پخته میشه دیگه جایش همین. جایش همین در می کوره پخته میشه. خب میریم با استاد آشپز از اینجا هم صحبت میکنیم. سلام. خوب هستین؟ جان جور است خود. تشکر، سلامت باشین. نامتون؟ نام ابراهیم. استاد ابراهیم، شما دیگه استاد بخش کرایی هستین. کباب چوپان است. کباب چوپان. این کباب چوپان است کدام نوع گوشت ساخته میشه و چرا چوپان کباب میگه بعد؟ خوب میشه که چوپان. چطور؟ این خوب میشه. خوب است، خوب مزه داره. از کدام نوع گوشت آماده میشه؟ گوشت گوسفند است، بوز است. گوشت گوسفند و ماهی را هم در جالی پخته میکنه؟ جالی پخته میکنم، در سیخ پخته میکنم. کدامش باز خوب مزه دار است؟ در سیخ مزه دار است. در سیخ مزه دار است؟ سیخ مزه دار است. باز چقدر هموطنان ما میپسند در غذایی که شما پخته میکنه؟ چهار رقم میشه. از کاربارتان راضی هستید؟ شکر الحمدلله. بسیار خوب، تشکر، موفق باشه. خیر باشید. سپاسگزار هستیم از شما هموطنان عزیز و منیجر صاحب از این هتل را هم با خود ما داریم که ما را همکاری کرده رئیس و پیش میریم. خب اینجا هم ماهی و مرغ هست نه؟ اجانایی دو تا انگیته ما اینجا است که در یک طرف ماهی پخته میکنه، در دیگهش بودنه و کوک و مختلف چیزا که در علیده مرغ که کباب میشه دیگه میکنه و ماهی دیگه کباب میکنه. جدا دیگه اون اگر تصویر میبینید کاوکم فرمایش داریم، بودنم فرمایش داریم، یا کبابش میگه ایرا ماهی کباب میگن. ماهی کبابی مانا را داره که یعنی مساله میشه. 3-4 رقم مساله اینجا ما خود مساله ای است که ما مساله بازاری را کار نمیکنیم. از ما رئیس ما را خدا داشته باشه ان شاء الله دیگه خودش مساله را سروبیم در ننگرهار هتل داره در پل بیسود دیگه در اونجا خودش مساله جور کرده باز اینجا رای میکنه. اینجا مساله ما خود ما جور میکنیم. مساله ماهی کباب اخته میشه 10 دقیقه 20 دقیقه تا نیم ساعت. بعد از او باز در روغن کباب میشه که هم گوشتش نرم میه، هم خوشمزه میه و هم مزه‌دار میه. اینمی غذایی که فعلا چی است؟ بودنه است یا کوک؟ بودنه و کوک است. بودنه است او نوک است و کوک است. ای باز خوراک چند میتین اینا؟ از ما اینجا دانه است. کوک دانه بر ما میه دانه 600 میه 500 ما او را سودا میکنیم 800 دیگه پخته کدگی. او بودنه بر ما دانه 80 روپیه خامش میه 100 روپیه سودا میکنیم پخته. باز اینجا هم شما هموطنان تصویر میبینین بودنه و کوک است که هموطنان ما فرمایش داده و قیمتایش را هم گفتن. هر زمانی که دلتان شد که بیاین کوک بخورین یا بودانه میتونین در رستوران سورا تشریف بیارین و این غذای مزه‌دار را نوش جان کنین. هرچند ما تا حالا امتحان نکردیم و در مورد فوایدش بگوین. فایده داره این کوک و بودانه؟ فوایدش خوبی است که خویک گوشتش خوشمزه است. دوم دیگه ای است که گرم است بسیار. گرم است. اگر انسان مثال در زمستان که از ما شب فرمایش‌های بسیار زیاد میشه چون که گرم است بسیار. ماهی ما می قسم بودنه ما می رقم کوک ما می رقم. دوم دیگه فایده بسیار داره که فایده داشته نباشه اگر آدم
خودش یک دفعه امتحان کنه باز برش معلومات میشه که فایده چی یک چیز جالب برای من این بود که همین قدر وقتی که ما اومدیم در کابل هستم و برنامه جور میکنیم تا حالا من گوشت بودنه و گوشت کوک را نخورده بودم و اولین بارم که من شنیدم واقعا متعجب شدم و میشه برای ما بگویم که این کوک و بودنه را از کجا میارین شما؟ کجایی هستن؟ این خوی تو راست که پیش خب وطنی میامد نه بودنه وطنی میامد کوک خالم فعلا ما وطنی داریم با یک از میکوا شکاری ها داریم و گیر میکنه اینجا بر ما میارن اومان بودنه خال فارما جور شدن ها در جای بری در دیساوس فارما سمیس کو طرف سمت شمال بری در ننگرهار بری حالا هر جای فارما خودش برات میگه که من بودنه دارم چقدر ضرورت داری ما خود ما بس قرارداد والا داریم قرارداد ما بر ما میاره بودنه و کوک بسیار خوبه تشکر هموطنان عزیز میریم به بخش ماهی هم تو ماهی های کلان است نه این ماهی را از کجا میارین ماهی خب بر ما زندم می از سروبی می از ننگرهار می از جلال آباد ما ماهی زندم داریم شاید شما تصویرش گرفته باشین اونجا دوز داریم اونجا که دوز شما تصویر گرفتین اونجا اونجا ما کیلوی 500 سودا میکنیم دیگه اون ماهی زنده است این ماهی گراس سلور راهو وطنی او کناری ماهی داریم این مختلف از باز مشتریان از ماهی کار ماهی خوب است که مشتری ما چیز خدا نشان داده وقتی که اعتماد قائل شوه بعد از او باز ما برش پخته میگیریم اگه بودنه باشه زنده میگیریم اگه ماهی باشه یک چیز ما در آشپزخانه از آشپزخانه که داخل می کلاه و ماکس میتیمش می چیزا میبینه خودش اطمینانی میشه بعد از او باز ما برش پخته میگیریم خودش به ذوق خود میخوره فکر کنم یکی از رمزهای موفقیت شما هم همی است که غذا را در پیش چشمای خود هموطنان از یا مشتریان شما آماده میسازین و این به نظرم که یک کار بسیار خوب است خوب وطندارای عزیز آمدیم به جایی که بودنه و کپک در اینجا نگهداری میشه و هموطنان ما که میان از نمیجا تازه بودنه برش میگیره و اونجا ذبح هم میکنه و برشان آماده میسازه اینمی دیگه جای کوک و بودنه هست اجانا اینجا از خاطر ما پلاستیک انداختیم که هوا بسیار سرد است چون خودش گرم هم است خب بازم هوا که سرد باشه یک ذره برزی مشکل پیدا میکنه دیگه ما صبحی فرمایش تم یک ذره داشتیم بودنه ما را شاید در تصویر ببینید کم هم شده کوک هم داریم یک 4 دانه دیگه جای کوک اوسون است او بودنه بازیشون است دیگه فعلا کلش یک جای انداختیم از خاطر زی هوا هم سرد است که گرم باشه نه جان اونجا مرغ هم است تو خطرناک معلوم میشه جان اوس مرغ می باشه مرغای ما هوا سرد است نورم از طرف شام اینجا داخل میکنه جان بسیار خوب است ای داخل از اینجا دیگه پر از بودنه می باشه پر از بودنه می باشه اینجا خب 1000 دانه 1.5 هزار دانه اینجا میاره بازو در 2 روز 3 روز که ذبح هم میکنیم باز یک چیز نمیمونه تصویر کل 20-25 دانه ایله باشه دیگه در هفته 3 پیره 4 پیره بر ما اینجا بودنه می بازو را ذبح کرده قرا کم مانده میره اینجا بسیار زیاد تشکر از شما بخیر باشین سلامت بخیر باشین شما خیر. از شما هموطنان عزیزم سپاسگزار هستیم برنامه ادامه داره بازم ما را فراموش نکنید خب هموطنان عزیز باز هم خوش آمدید امیدوار هستم که تا این لحظه خسته نشده باشید وقت نان رسید و هموطنان عزیز ما لطف کردن و غذاهای بسیار لذیذ را آماده ساختن و خیلی تشکر میکنیم از اینا واقعا زحمت کشیدند و
کرایی هست و مرغ هست و اینا چوپان کباب است که بسیار زیاد لطف کردند و تشکر میکنیم از پیششان و انشالله که مزه از این میچشیم و با شما در میان میگذاریم. باش که اول اینمی خوب بودن است، بودن است جانا. ما میخوایم کمی اولین کار که میکنیم، اولین کار مهمی است که مزه بودنه را ما بچشیم که بودنه چی مزه داره، چون من خودم تا فعلا بودنه نوش جان نکردیم. ببینیم که چطور یک غذایی هست. و همه تو خورده میشنی؟ باش که وطندارای عزیز باز نگویم که والا چی میکنه ما واقعا که هموطنان عزیز بسیار مزه‌دار است و بسیار مزه میده. جایتان خالی و بودنه که بعدش میگه واقعا که مزه‌دار است و بسیار زیاد تشکر از شما. سلامت باشین. هر وقت بین یک چیز دیگر یادآور شوم که ما یک رقم چات جور میکنیم. ماتنای ما کل کتیزی آموخته است که چات چه رقم جور میشه. 3-4 رقم میوه کور یک جای میکنه، باز کتی شات و شیر انداخته میشه دیگه. ایرا ما اگه بگیم 1-6 ماه میشه که شروع کردیم. ان شاء الله مشتریم زیاد داریم ازی دیگه. از خاطر زیاد یادآور شدم که ماتنای ما ذوق داشته باشه. کسی ما در خدمتش هستیم. هر وقت بین خوش شدیم از آمدنتان. هر وقت بین دیگه چیزی که آمده است در خدمت بخیر باشین. خواهش میکنم. بسیار برنامه خوب بود. در مورد چات گفتین. چات هم دیگه معمولا یک چیز تازه هست که با از دیگر متفاوت شما آماده میسازید. اجان های 3-4 رقم میوه باز کتی شات انداخته میشه و شیر است که باز میکس میشه دیگه. از خاطر زیادآور شدم. کسی اشتیاق دارم خودش هم جور کردم میتونه. اگه اینجا بیایم ما در خدمت شما هستیم ان شاء الله خدمتش میکنیم که خودتان که کل مسلمانای ما شما هموطنای ما. خیلی تشکر. در اخیر برنامه اگر کدام پیام گفتنی به هموطنان ما دارین بفرمایید، ما در خدمت هستیم. چیز پیام نداریم، صرف این میگیم که خوب امنیت داشته باشیم. خدای وطن ما را جور کنه دیگه. خدا کارا را زیاد کنه که بسیار دوستا و اندیوالا و رفیقا و هموطنای ما کل بیکار است. صرف از این را از الله تعالی میخوایم که خدای کار از زیاد کنه او این تو تعالی و رستوران ها جور شود که خودتان وری قندولک میمانا به ما خدمتشان بتانیم کرده او یک امن امان صحبت میخوایم که کل وطن ما را الله تعالی جور کنه. خوش بس این یک پیام داریم دیگه چیزی فعلا. خیلی تشکر. واقعا که از برنامه امروز لذت بردیم. از مهمان نوازی شما یک جهان سپاس و از شما هموطنان عزیز هم تشکر میکنیم که تا حالا ما را همراه بودین. نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در کامنت در میان بگذارید تا ای که باز هم با یک برنامه جدید در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند پاک میسپارم. شاد و موفق باشین. خدا نگهدارتان.